دو نکته را پیشاپیش باید روشن کرد. اول اینکه مدعای ما آزادی فلسطین است، نه آزادی بخشی از فلسطین. هر طرحی که بخواهد فلسطین را تقسیم کند یکسره مردود است. طرح دو دولت که لباس حق به جانب پذیرش دولت فلسطین به عضویت سازمان ملل را بر آن پوشانده اند، چیزی جز تن دادن به خواسته صهیونیست ها، یعنی پذیرش دولت صهیونیستی در سرزمین فلسطین نیست. این به معنای پایمال کردن حق ملت فلسطین، نادیده گرفتن حق تاریخی آوارگان فلسطینی و حتی تهدید حق فلسطینیان ساکن سرزمین‌های 1948 است. به معنای باقی ماندن غده سرطانی و تهدید دائمی پیکره امت اسلامی، مخصوصاً ملت‌های منطقه است. به معنای تکرار رنج‌های ده‌ها ساله و پایمال کردن خون شهداست. هر طرح عملیاتی باید بر مبنای اصل همه فلسطین برای همه مردم فلسطین باشد. فلسطین از نهر تا بحر است، نه حتی یک وجب کمتر.